سلام، اگر شما درخواست ویزای الحاق فامیلی آلمان را داده اید و یا می خواهید درخواست الحاق فامیلی بدهید، پس این ویدیو را لایک و حتما ببینید. در این ویدیو لیست تمام اسناد لازم در روز مصاحبه را برای شما ارائه می کنم. پرینت یا کاپی ایمیل اینترویو که برایتان آمده، فرمی 11 صفحه‌ای و 9 صفحه‌ای یا فرمی ویدیکس 2 کاپی، پاسپورت شوهر یا همسر 2 کاپی، اسناد شوهر یا همسر 2 کاپی، تذکیر شوهر 2 کاپی، پاسپورت خانم 2 کاپی، تذکیر خانم 2 کاپی. اصل را هم با خود داشته باشید و از روی احتیاط تذکیر پدر و مادر با کاپی نکاح خط 2 کاپی، البته با ترجمه و اصلی نکاح خط با خود داشته باشید. اگر مجرد خط دارید، مجرد خط 2 کاپی. وکالت خط اگر نکاح خط را از طریق وکالت خط گرفته اید، وکالت خط 2 کاپی با ترجمه. سند زبان 2 کاپی و اصلش با خود داشته باشید. کاپی بیمه صحیح شوهر، بیمه که در ایران گرفته می شود. قرارداد خانه آلمان 2 کاپی، قرارداد کار 2 کاپی، ورق‌های 3 ماهه معاش 2 کاپی، ملد بیشاینیگونگ 2 کاپی و بانک بیشاید 2 کاپی. لطفاً این صفحه را لایک و فالو کنید.